ضرب، ریتم یا کشش. قدم اول برای اینکه بتونیم ریتم رو در موسیقی به راحت ترین شکل ممکن به خاطر بسپاریم اینه که نوت‌های اصلی رو در ضرب به خاطر داشته باشیم. نوت گرد. نوت گرد 4 ضربه که اگر این 4 ضرب رو ما بخوایم روی آرشه اجرا کنیم، آرشه ما به 4 قسمت باز تقسیم بشه. نوت گرد رو 4 قسمت یا 4 ضرب میدونم، آرشم رو هم میام به 4 قسمت تقسیم میکنم. بخش اول، بخش دوم، بخش سوم و بخش چهارم. نوت سفید. نوت سفید نصف نوت قبلیه، یعنی نصف نوت گرد. نوت گرد 4 ضرب بود، نوت سفید 2 ضربه. برای اجرای نوت سفید روی آرشه، آرشمون به 2 قسمت تقسیم میشه. بخش اول، بخش دوم. نوت سیاه. نوت سیاه 1 ضربه. اگر بخوایم روی آرشه هم اجراش کنیم، کامل آرشه رو در بر میگیره، از ابتدا تا انتها. رفت، برگشت. هر رفت 1 ضرب، هر برگشت 1 ضرب در نوت سیاه. نوت چنگ. نوت چنگ باز نصف قبلیه، قبلی سیاه، نوت چنگ نصف ضربه. نوت چنگ رو اگر با هر نوتی از نوت‌های قبلی مقایسه کنم، در کنار سیاه اگر بذارمش 2 تا میشه. در کنار سفید اگه بذارمش 4 تا چنگ و در کنار گرد اگه بذارمش 8 تا چنگ میشه. نوت‌های ریزتری هم در بحث ضرب داریم، دولاچنگ، سلاچنگ الی آخر، که اونا رو به مرور هر چقدر جلوتر بریم، پیشرفتمون جلوتر بشه، با درس به صورت عملی با هم دیگه کار میکنیم. همونطور که در موسیقی نوت صدادار داریم، نوت سکوت هم داریم. نقش سکوت در موسیقی مثل نقش رنگ سفید در یه تابلو نقاشی میمونه. اگر رنگ سفید رو از تابلو نقاشی حذف کنیم، معنای اون کار ازش گرفته میشه. همون مقدار که کشش در نوت‌های موسیقی داریم، نوت‌های موسیقی صدادار، همون مقدار کشش رو در نوت‌های سکوت داریم. نوت گرد مقابلش نوت سکوت گرد. نوت سفید در مقابلش نوت سکوت سفید. نوت سیاه در مقابلش نوت سکوت سیاه. نوت چنگ در مقابلش نوت سکوت چنگ. موسیقی رو راحت یاد بگیرید. آوای فراز.